عبدالستار حکیموف از خورده به سامبوسه‌پزی شغل دارد. دکان سامبوسه‌پزی او در مرکز شهر کلوب واقع است و در یک روز حدود 500 دانه سامبوسه میپزد. او از اولاد سامبوسه‌پز هاست، اولادی که در کلوب صاحب احترام است. شیره همین کاری سامبوسه ما از پدرم گرفته. اگر قین هم باشه هرچند هزار که قینه بیاد قینه نکی با کیفیتی همون که مهنت حلال میکنیم. در برابر عبدالستار 5 برادر دیگرش نیز سامبوسه‌پزند. ما را پدرمون خونه و درمون نکرد، ما را کسبمون داد. ما الکه ما مکتب بود کردن الکه صاحب خونه و در شدیم ما خدمت. مشتریان در دکان‌های این برادران نسبت دیگر دکان‌های سامبوسه‌پزی شهر شماره‌شان بیشتر است. پیش رفتگی ما سامبوسه مثال هر نمود برآمدگی سامبوسه سیستما پنسما ما هم مثال از شهر که بیرونه سامبوسه همه دودی سامبوسه یک سابقترشان میکنیم که مثال با مشتری هم مایده سابقتر باشن. محبوبیت سامبوسه‌های این اولاد هنوز از زمان فعالیت پدرشان بابای عبدالمجید باقی مانده است. دانشجویان سالهای 70 و 80 در این مضافات تا هنوز مزه سامبوسه‌های او را خوب یاد دارند. سامبوسه‌ای که پدری میپخت اوزی تر سامبوسه دایگون جونا میپزند. گرد، چورکنجا و سیکنجا و همه سامبوسه پیش کلوب هم اوزی همین بچه‌اش با دمچک میکنه دمچک قدی. خوردش سیر نمیکنی. اینا کلوب در نیست آدمی که اولاد نشناسه. اهل عائله امروز از بابای عبدالمجید یاد میکنند. او با هنر سامبوسه‌پزیش در کلوب و نواحی اطراف نام برآورده بود. معروفیتش او را از همنشینان شاعر سیدعلی ولیزاده و دیگر افراد زیایی این منطقه کرده بود. امروز عکس‌هایش در دیوار آثارخانه‌های مردمشناسی کلوب آویزان است. زمانی که او از ناحیه کوهستان شوراباد به کلوب آمد همگی 13 سال داشت. یتیم بود، نه پدر داشت و نه مادر. این کسبه رو پدر من گویا از خلق فرغانه و آخون و توردی آخون و روزی آخون و آخون بود قدیزنش من تو میکرد. و یا پیرون سال بودن 3 سالشون خوردگی فرانتویک با مرور زمان و یا گذاشته و دکان گویا با پدر ما موند. و یا بسیار مردای تجربه دار، مردای دانا. با قبل نزدیکانش بابای عبدالمجید به تحصیل تمام فرزندانش دقت جدی میداد. این برادران همش دارای معلومات عالی می باشند. هرچند هر کدام دارای اختصاصهای دیگر است، ولی میگویند برکت زندگی را از کسب پدریشان دریافتند. 6 فرزندمون با همین کسب مشغول است و آنها را اول با در دانشکده‌های عالی خوانند، آنها معلومات عالی هم داشته باشند، هم کسب پدرشون را از خود نموده با سامبوسه‌پزی مشغولند. این برادران میگویند تا امروز نام پدر و کسب پدر را زنده نگاه داشته ایستادند. تلاش دارند فرزندانشان نیز از پیشان روند و آبروی سلاله سامبوسه‌پزها را در کلوب نگه دارند.